اونا رو به زور تنت میکردن و اگر نمیپوشیدی دهنتو سرویس میکرد. میتونستیم توی تیم باشیم خیلی قشنگتر میتونستیم دهن همشون رو سرویس. عشق ابدی برنامه‌ای که خیر سرمون قرار بوده عشق و رابطه خوب رو به تصویر بکشه، ولی پشت صحنه‌اش بی‌رحمانه تر از چیزی که تصور می‌کنیم. با سلوی17 همراه باشید. اول اینکه شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد عشق ابدی تا وقتی که برنامه به اتمام نرسیده ادامه داره و بعد از تموم شدنش تازه میتونیم بفهمیم که معادلات از چه قرار بوده. ولی حالا اجالتا که بازارش داغه و یه سری شواهد جسته گریخته میرسه دستمون، بیایید بررسیشون کنیم. یکی این که اگر توجه کرده باشین انقدر برنامه‌ریزی این پلتفرم دقیق هست که شرکت کننده ها با اینکه حداقل چند ماهی میشه فیلم برداری برنامه به پایان رسیده و خب اونا برخلاف ما میدونن که چی به چی و کی به کیه و نتیجه از چه قراره، ولی به صورت جالب و هماهنگی پا به پای مخاطب‌ها نسبت به هر اپیزود واکنش نشون میدن و جو رو مهیج‌تر میکنن، انگار که مثلا خبری از چیزی نداشتن و ندارن. و البته در مقابل سوالات اساسی مخاطبا همچنان سکوت اختیار میکنن که مبادا نتیجه برنامه لو بره که براشون جریمه خیلی سنگینی به همراه داره. و البته نه تنها سکوت میکنن بلکه تو لایف های اینستاگرامشون یه چیزایی میگن که مدام مخاطب رو گیج میکنه. مثلا این لایو طناز رو ببینید. این حرکت طناز تو لایوش و یا همین استوری که گذاشته و نوشته جفت منی یه جوریه که انگار داره به مخاطب سر نخ میده و خب خیلی هم باورش کردن، ولی به شخص من باور نمی کنم و حس می کنم دیتای ردگم کنی هست. از اونجایی که تو لایو بعدی که میبینین شاهین دقیقاً یه چیزی میگه که برعکس لایو طناز نشون میده که یعنی مثلا از همدیگه جدا شدن. با هم ببینیم. همونیت که تو لار بقیش یه گوشه نشسته بودم نونما ساو میخوردم. ای جیجم سیب منی تو. قربونت برم. چه خبره؟ دلم زد تنگ شده. منم همینطور بابا همش درگیرت کار. پس چجوری شد؟ سلام. میشه سه تایی من ای وای دیدی شاهین چجوری خوشو کرد تو لایو؟ عجب. دوستون وفادار سریال این فرشا اومدی چطوری؟ میرم با میلاد یا میرم با سیاوش. سیاوش کراشم از اول چی بود؟ چشم ابرو مشکی موی فیلم توی بازی یه چشم ابرو مشکی. آقا اوکی به نکته قشنگ اشاره کرد. تو شاید چی کار کردی که اصلا تایپ طناز عوض کردی؟ اینو من بگو. اینو من کلاس خصوصی میذارم بعد نوبت بگیرم و اینا همه رو بعدا قشنگ لیست میدم. اینجوری نمیشه. نه جدی پلانی. تو چرا الان پیش طناز نیستی؟ من چرا باید طناز باشم؟ آقا طناز اینقدر تو رو دوست داره بعد من فکر کنم تا 100 سال دیگه شما پیش هم باشین. سال دیگه این رفاقته هست. خب این قضیه $100,000 چی بود؟ اینا یکم میشه توضیح بدی اسمش؟ نمیگم. $100,000 $100,000 فرشا میبینی. $100,000 شما لواشکر هنوز داری یا خوردی؟ $100,000 یا تو اون موقع اون تایم طبیعتا $100,000 ولی با شناختی که بعدش آخرش داشتم از هرچند که متاسفانه ولی خب به خاطر مسائلی که پیش اومد و نشد که اونجوری که باید بشه اون موقع شما بودید. بچه حواستون باشه چی آره نه هم لواشکر خوردی یا داریش هنوز؟ لواشکر دارم. بردایی؟ این آقا ناراحت نشی لواشکر رو ببینه. حالا اونی که با من الان باید درک کنه که به مرور این اتفاقا شده که من اون و یا پستایی که خیلی از بچه‌ها با یکی دیگه میذارن که طرف تو برنامه پارتنر خودش نبوده. قشنگ مشخصه حالت بازارگرم کنی داره و البته اعتراف کنیم که موفق هم بودن، چون تعداد خیلی زیادی از مردم کامنت هایی میذارن که نشون میده این تغییرات رو باور کردن، مثل پست های جدید ماهرخ با امیر حسین.
و اما برسیم به لایو تقریبا جنجالی ترانه که تو حاشیه سازی به اندازه نگار موفق عمل کرده، گرچه معلوم نیست چرا خودش این واقعیت رو قبول نداره. اول اینو یادآوری کنم که شاید ندونین شرکت کننده ها و مجری برنامه خانم صالحی یه قرارداد محرمانگی امضا کردن مثل هر برنامه دیگه‌ای که حق ندارن تا انتهای پخش برنامه چیزی رو لو بدن یا اطلاعات بیشتری به مخاطب ارائه بدن. ولی جالبه که ترانه برای اولین بار بین شرکت کننده ها چیزهای بیشتر و دارکتری از پشت صحنه عشق ابدی تو لایوش عنوان کرد که واقعا جالب توجهه. من چیزی نمیگم، خودتون ببینید. انتخاب میکردیم یا مثلا از شب قبل دوباره انتخاب میکردیم. خیلی داستان دارکی داشت. مثلا من 5 تا چمدون لباس داشتم. مثلا اگر یه دختر زودتر از من لباس مشکی میذاشت اونجا، من دیگه نمیتونستم لباس مشکی خودمو بپوشم و لباسای دیگه هم اگر با بچه‌ها رنگش یکی بود نمیتونستم بپوشم. مثلا یکی مثلا گلگلی پوشیده بود، یکی مثلا طرحدار پوشیده بود، من دیگه اون لباسو نمیتونستم بپوشم، لباسی که واسه خودم بود. بعد از لباسای تو اون اتاقی که واسه لباس بود لباس برمی‌داشتم و اون لباسا رو انقدر بعضیش زشت بود و تکراری هم نباید میپوشیدی، هر هفته شارژ میکردن. مثلا بعضی از لباسایی که من اونجا پوشیدم شبیه عمه‌ها شدن و اونا رو به زور تنت میکردن و اگر نمیپوشیدی دهنتو سرویس میکردن. همین. ترانه یه چی بگم؟ بعد اونا فکر کن ما استایلمون رو که میزدیم تموم شد، کفش انتخاب میکردیم، مدل مو تمام اینا که تمام میشد، میومد از ما عکس میگرفت میفرستاد واسه یکی دیگه، اون بعد اکسپت میداد. اگه اون اکسپت نمیداد باید عوضش میکردی. ایرانی بودن یا ترکیه؟ نه ترک بودن. بعدش خیلی کلا لباس زیاد کوتاه نمیذاشتم بپوشیم. بعد با تمام چجوری بگم جو پسر از حالا بعد دخترانه باشیم، یه چیزایی هست که نمیتونم بگم. مثلا فکر کن بود اونقدر کوتاه دیگه زور داشته، من زورم نمیرسید بهشون. ترکی هم بلد نبودم، نمیتونستم زورم رو بهشون برسونم. بقیه بچه‌ها زور داشتن، میرفتم میگفتن نه ما اینو نمیپوشیم افتباسی. من هرچی میگفتم بابا اوکی ولش کن حالا بپوشم. ترانه نظرت کوتاه اگه دوست داری در مورد زهرا بگو، خیلی دوست دارم نظرت. مثلا زهرا خیلی دختر ساده‌ایه. زهرا کلا تحت تاثیر بازی قرار گرفته. خیلی دختر خوبیه. شما اصلا زهرا رو نمی‌شناسید. من با زهرا اونجا بودم، زندگی کردم، با هم خوابیدیم اونجا، بیدار شدیم، غذا خوردیم. من باهاش زندگی کردم. با خیلی از آدمایی که اونجا بودن من زندگی کردم و کاراکتر واقعی تک تکشون رو میشناسم، چون از صبح تا شب با هم اونجا بودیم. برای همین راجع به زهرا دارم میگم. زهرا واقعا دختر خوبیه. علی هم همینطور. علی هم خیلی دل پاکی داره. هم زهرا هم علی، نگارم دختر خوبیه. همشون اوکی هن. فقط همه اون داستانا تحت شرایط بازی بوده و همه آدم حرف میزنه. آره ولی زهرا تحت شخصیت ضعیفی داشته باشه. آره مثلا زهرا خیلی دختر ساده‌ایه، اعتماد به نفسش کمه و اینکه اصلا فقط با نگار بود که فقط بتونه با نگار بازی کنه، با نگار بره تو بازی و اشتباه کرد. به نظر من از اول اگر ما 3 تا با هم میتونستیم توی تیم باشیم خیلی قشنگتر میتونستیم دهن همشون رو سرویس کنیم. آفرین. ولی نگار اشتباه زد. من میخواستم به نگار ثابت کنم آقا، چون رفیقم بهشم بابا همون شب گفتم تو که نمیفهمی دیگه، نمیفهمی. یعنی اینکه بابا داشتم بهش میگفتم آقا دوست پسر تو لاشیه، دوست پسر تو اومده به من گفته تو خیلی خوشگلی ولی من میخوام با نگار باشم. من هی داشتش لاس میزد، یه جوری داشت رفتار میکرد که میفهمی یه جوری داشت رفتار میکرد که انگار مثلا میخواد با من باشه. هی من داشتم مستشو میگرفتم، میگفت تو خیلی زرنگی تر. ندادم نگار خودش اضافه صبح خواب پاشد وقتی قبل ما هم بابا هم آشتی کردیم اومد گفت من میخوام با شاهین باشم. خب پس نقشه چی بوده که تو میگی نقشه این بود دیگه. اومد به من گفت، بعد من با فرشاد که صحبت کردیم اون بالا با علی، فرشاد اومد به ما گفتش که دیدی من دارم با نگار نقشه چیدیم میخوایم بریم گم بزنیم تو رابطه اینا. خودتو خراب نکنه. نه به خاطر اینکه تایپ شاهین از اول مثلا دختری بلوند و چه رنگ اینا بود، به خاطر همین رو تو قارد گرفته بود. برای همین تناز اصلا نمیدونم فازش با من چی بود. حتی اونجا که توی تیوی افتاد راجع به من و نگار دعوا بود، تنازم داشتش قشنگ قیافش شیطانی شده بود. داشت اینجوری اصلا انگار خنده میداد. بعد موقعی هم که پریسا اومد تو بازی نشسته بودیم، سودا و
سبدا و تناز داشتن اینجوری می‌کردن علی هم میتونی انتخاب کنی یا تازه با ترانه دوست شده 2-3 ساعته 3-4 ساعته میتونی انتخابش کنی. این ابدی کلا همه چی سناریو چیده شده از قبل. بچه‌ها همه بچه‌ها الان انقدر این ترکیده تو ایران اینو فکر میکنن ولی نه واقعا نه اصلا. ببین مثلا میگم وارد اونجا شدم، ببین الان دوستم اینجاست میتونه براتون توضیح بده، میخواین که ازش بپرسید. من بهش زنگ گفتم دارم میرم توی پلتفرم، خودش هم اومد با اون تا تاش و بهش گفتم که دارم میرم توی پلتفرم، اصلا نمیدونستم کجاست و واقعا پرام ریخته. ترانه یه نفر میخواد بودی خب قسمت نمیدونم فکر کنم 4-5 بود، تو هنوز نیومده بودی که زهرا و نگار رفتن بیرون شام بخورن، بعد خب هیچکی نمیدونه اینا راجع به چی میخوان حرف بزنن که همون لحظه لایو اینا رو انداختن رو تیوی. خب از کجا میخوام بدونن اینا چی راجع به چی حرف میزنن که اون لحظه دقیقاً لایوشون رو بردارن بندازن اونجا که راجع به علی صحبت کردن. گفت زهرا از علی بوسه میاد. آقا تمام اونجا نان استاپ تمام 5-6 هزار نفر پشت اون سیستما نشستن و از بالا همه چیزو کنترل میکنن. همه اون شیطنت ها، همه اون چیزایی که رو تیوی میفته کار کارگردانه، همش مغز کارگردانه و همه اینا عوض میشه. یعنی تو سیزنهای قبلی این ترکیش و اینا همش اصلا شبیه این نیست، خیلی چیزاش فرق میکنه. برای همین اینا همه شیطونیای کارگردانه که ما رو به جون هم بندازه، دعوا را بندازه، بتونه از این پلتفرم پول در بیاره. همش داستان اینه، فروختن احساسات آدم. کارشون هم خوب پیش رفته، هر ویدیو توی یوتیوب 3 میلیون ویو خورده، 100 قسمت. خیلی عزیزم مگه میشه که نره، مخصوصا رو ایرانیا. بعد حالا ما ایرانیا خفن تریم، مال عربا رو برید نگاه کنین، حالتون به هم میخوره، رو هم چاقو میکشن. همون آره من دیدم. نظرت راجع به ماهرخ چیه؟ نظری ندارم. خیلی موزیه. صدفو چی؟ بچه چرا نمیرین تو لایوش بهرینین بهش؟ واقعا خیلی رو اعصابه. من لایوشو ندیدم. چی گفته بود؟ زره ترانه اینجوری، ترانه اونجوری. بابا بگید سلام من یه سوال ازت دارم. خواهرم نظرت راجع به امیر حسین و شاهین چیه؟ من اصلا امیر حسین بچه خوبیه ولی راجع به شاهینم بازم نظری ندارم.